سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوام یه چند تا تمرین برای کمر، قسمت پایینی کمر و گلو ماسل، عضلات بغلی بازن که همشون مربوط به کمر درد میشن بهتون نشون بدم. خیلی راحتن و میشه راحت انجام داد. اولین حرکت، دراز بکشید روی زمین و توجه کنید به گودی کمرتون. و کاری که باید بکنیم، پاها باید 90 درجه باشه، کم و بیش محکم روی زمین. کاری که باید بکنید اینه که شکم رو فشار بدید به یک شکل قاشق تور. پایین شکم رو بیارید بالا و این فاصله زیر رو بچسبونید به زمین. پایین کمر رو، لور بک و پایین رو میچسبونید به زمین و عضلات رو یکم سفت میکنید. خیلی لازم نیست که فشار بدید، بیشتر با انرژی کار میکنید و اینکه چقدر این کار رو انجام میدید اینو خودتون باید تست بکنید. و کاری که میکنید اینه، شکم رو میارید بالا، عضلات رو سفت میکنید و پایین کمر رو میچسبونید به زمین. این فاصله قوس کمر چسبیده میشه به زمین. این کار میشه 10 بار تکرار کرد، چندین بار، 10 باره یا 10 تایی یا 20 تایی میشه تکرار کرد. و این حرکت اوله که خیلی برای وارماپه و بعد از این مثلا میشه کرانچ رفت که آدم میاد بالا و اینا میچسبه به زمین و تا یکم میاد بالا میره پایین. این حالا برای عضلات کور و شکمه. این کارا رو میشه کرد و یکی اگر بخواد بیشتر انجام بده میتونه اینو بره چپ و راست پایین، همون پایین که چسبیده به زمین. نفس رو هم میکشیم قطعا. اینا رو میشه انجام داد. اون اولی خیلی مهمه و اینو میخواستم حتما بهتون بگم. و دومین، این حرکت یوگا یا حالا پیلاتس. دستا رو میچسبونید به زمین، شونه ها و گردن روی زمینه. مواظب گردن باشید. روی این حرکت خیلی چپ و راست رو نگاه نمی کنیم چون گردن یکم اینجا یکم قفله، یکم گیره روی زمینه دیگه. و باسن رو میارید بالا. اینو اول نگاه کنید بعد انجام بدید. میارید بالا و نگه میدارید. زانو وا نمیشه، زانو همون جایه. حتی بعضی یه چیزی میذارن بین زانو و اینو نگه میدارن، فشار میدن که مطمئن باشن عضلات پا و باسن اکتیوه. و اینو میارید بالا، باسن رو فشار میدید و این عضلات باسن و گلو داره کار میکنه و لور بک هم اکتیوه. با دستتون دارید رو زمین خودتون رو حمایت و سپورت میکنید، کمک میگیرید. شونه ها روی زمینه. یه مدلش اینه که اینو اینطوری نگه میدارید 5 نفس، حالا 10 ثانیه یا کمتر بیشتر، هر کی خودش میدونه. و اینو میتونید چند بار تکرار کنید. و یه مدل دیگه اینه که با تکرار کردنه. اونو بیشتر تو تمرینات پیلاتس یا برای حالا بدنسازی بیشتر اونو انجام میتونه آدم بده. تو یوگا معمولا حرکت ها رو نگه میدارن، ولی توی یه سری تمریناتی میشه اینا رو تکرار کرد. حالا دست یا این شکلی روی زمین، شونه ها بالا یا هر طوری، 1 بالا 2 و میتونید ترکیبش کنید با اون حرکت اولیه. اول کمر رو پایینش رو بچسبونید به زمین، باسن رو بیارید بالا و بعد برید بالا. میاد پایین، بالا، پایین، بالا و تکرار. و بعد میتونید نگه دارید. وقتی نگه میدارم مطمئن میشم شونه هام رو زمینه که خیلی همه فشار رو گردن و کلم نباشه. حتی بدون که گردنم هم باشه اون بالا هم، ولی اونطوری یکم گردنم بهش فشار میاد. الکی میخوام بالا رو هوا نگهش دارم، بعد از عضلاتش استفاده کنم. و قسمت بعدیش که میشه آدم یه پا رو ببره بالا یا اون یکی پا رو ببره بالا که یه قسمت بدن یکی بیشتر کار کنه، که اینا رو میشه در آینده انجام داد. این دوتا رو حتما میتونید انجام بدید و بعد میتونید زانوهاتون رو بیارید تو شکمتون، استرچ کنید، یکم چپ فراست بکنید و غیره. نمیخوام خیلی طولانی بشه، این دوتا رو خواستم بهتون حتما توضیح بدم. و برای گلو هم یه کاری که میتونید بکنید اینه، دراز بکشید. گلو مثل این عضلات بغل باسنه، بالایی که چسبیده به استخون لگن. دوتا خیلی مهمه.
اینه که پاها رو میزنید رو هم 90 درجه، شکم صفر، باسن اکتیو، کمر محکم و اینو میارید وام میکنید. 20 بار تکرار میکنید. اگر کش داشته باشید با کش بکنید بدنسازیش قوی تر میشه، ولی همینم اکتیویت میکنه. شما 20 بار 50 بار بکنید دردم میگیره، بعد ماساژ بدید. اینو انجام میدید، بعد میتونید اینو انجام بدید بالا پایین و بعدم به شکل دایره طور. این یکم سخت‌تره، دایره کوچیک یا بزرگ از یک جهت و بعد از یک جهت دیگه. اوکی؟ من امروز خیلی خوشتیپ نکردم براتون، ولی مهم بود که اینو بهتون بگم. باقی قضیه خیلی اهمیتی نداره. روزتون خوب و زیبا و خوش و سرحال و دماغتون هم چاق باشه. قربان شما.